کف پای صاف یعنی قوس طبیعی کف پا از بین رفته و کامل روی زمین میخوابه. این مشکل میتونه باعث درد زانو، کمر و خستگی زودرس بشه. اما با چند حرکت ساده میشه بهبودش داد. 1. چنگ زدن حوله با انگشتان پا برای تقویت عضلات کف پا. 2. غلتاندن توپ کوچیک زیر پا برای ماساژ و فعالسازی رباط‌ها. 3. بالا رفتن روی پنجه و تقویت ساق و مچ پا. 4. کشش کف پا با حوله، کاهش گرفتگی و افزایش انعطاف. خب روزی فقط 10 دقیقه این تمرین ها رو انجام بدین و سلامتی پاتون یعنی کیفیت بهتر زندگیتون رو تضمین کنین.